سلام و عرض ادب خدمت همه اشبازا. این تور آقا جواد برای ما زحمت کشیده درست کرده، دستش هم درد نکنه. مبارکت به شما. همین یه خونه تور واسهشون زدیم 10 متر در 7 متر خونه تور بالاشونه. بعد یه در بزرگ هم واسهشون زدیم بالا، اونم 5 متر در 6 متر درشون در بالا. چون تایم نداریم ما در اولشون رو باز میکنیم میبندیم پایینشون رو، بعد تو تایم بعدی فیلم بعدی این در بالا رو خیلی روون و راحت باز میکنیم. یه انگشت کوچیک تا آخر میره این درشون برمیگرده. این درشون رو از این و فیلم میبینیم میزنم خیلی روون و راحت با یه انگشت کوچیک هم باز و بسته میشه. این خونه تو خوبیش اینه که از هر دو کله اینا باز و بسته میشه، یعنی هر دوش میتونه بیاد این ور، هر دوش هم میتونه بره اون ور، یعنی از دو کله حیواناش میتونن بیان داخل. ما درشون هم ببندیم ببینیم کامل، هر دری هم یه چفت برگشت خورده. مبارکت باشه، انشالله به سلامتی. دستت هم درد نکنه. خیلی ممنون.